همونطور که شاید خودتون بدونید پیتر باد الان بهترین پلیر فورتنایته که تونسته تو سن 16 یا 17 سالگی 461,000 دلار ارنینگ بزنه و گلوبال FNCS هم نفر اول بشه. امروز قراره تو این ویدیو چند تا از کلیپ های خفن پیتر باد رو ببینیم، بهشون ریاکت بکنیم. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد، لایک و سابسکرایبتون نره. بزن بریم سراغ ویدیو. اوه من این کلیپشو دیدم، خیلی خفنه. چقدر تو نودیله ایدن سرویس. Someone call ambulance. یکی زنگ بزن آمبولانس. اوه شیت 190 تای خورد تو صورت یارو. I'm gonna. یکیو نیدم. اوه شیت. By the way, they're still playing triple crane. اینو من ندیدم کلیپش اصلا. این و قبلیه رو من ندیده بودم اصلا. ماشاءالله. اوف اینم من ندیدم. افتاد پایین مرد. شیت خیلی بد خورد. اوه یکی با آمبولانس زنگ بزنه. اینقدر من اسکین ترمیناتور رو دوستش دارم، خیلی خفنه. کاش داشتمش. اینجا توی کشکاپ آره سولوکتر کاپ بکنم. اوه چه 200. اوه 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 اشما خیلی قشنگ بود. تو تورنمنت کلیپ کردن خدایی سخته. من فکر کنم ندیدم. آه نه دیدمش اینجا. نوسکوپ یارو رو هدشات میکنه. خیلی چطوری آخه؟ اوخ Makes a lot of sense now. Right? Got a wall? Full piece? Full piece? Shell, please, please. کلیکس چی میگه اونجا؟ I missed, bro. Please, let me out. بالاخره میستاد یه بار. 100? کر شدم دهنت سرویس. اوی قشنگ بود. اوف چه 170 تایی خورد تو پسش. واقعا چند تا کلیپاشو من اصلا ندیدم. اونا که خیلی خفن بوده همه دیدنش، من دیدمشون. شلا اوف Fucking god! Kanata did not just get clipped like that. Oh my fucking god. کانادا رو کلیپ کرد اینجا آره. یه میگه نمیشه کلیپ، نمیتونه کلیپ کنه اینجوری. I don't know, I'm playing so bad though. با ماز فکر کنم داره پلی میده اینجا. اگه اشتباه نکنم صدا ماز بود آره. کی بود؟ اشنا بودش. اوه یه شات بعد. اوه Oh my god! اوه یکی دیگه هم شتای. سرویس چه ایمی داره. No. فول پیس. اوف Stop building next to me. Oh, stop fucking flooring me. اوه مای گاد. Oh my god! وای هاوا که میتیک. اون زمان که من زیرویت پلیر بودم ایمم خیلی خفن بود. هواش با هاوا 200 میزدم یادش بخیر. Bro, sit in a box some more. ای داره بلاک میشه. Yeah, you're healing because I fucking popped you. الان شیطانت میکنه. It was a lucky pop at that, bro. ها Don't act like you actually did some. ها How are you? ای nervous بابا. if you don't- Oh my god! Oh my god! این شاتگانه مگه 187 میزد؟ ولی یادم زیاد دمیج میداد.
him, bro. 1-0. دهنت سرویس یعنی. Come over my face. What the fuck? I'm playing low. I peel off trust. Oh my fucking god! Oh! Donnie. This kid's a pussy. Alright, I'll fight Donnie too. Come here, Donnie. Come here, big head. Big head, bitch. Come here. فقط داره فوش میده. Come on, big head. Come on, what's up? Come on, 3, 2, 1. Bro, you're such a pussy. خیلی بده. اینجوری از داری با یکی دیگه فایت میده یکی دیگه Come here, دمیجت big میده. head. Full piece, big head. Oh my اوه god! پیس قوی بود خدایی. اوخ تورنمنت چه بد کلیپ میکنه. تو تورنمنت فقط سیف پلی میدم اند گیم نمیرم. اوف Oh my god. Say on your mother's life. That's click. Say on your mother's life. You're lying. البته یادمه من تو تورنمنت یه بار به یکی مانگرو کلاسیک زدمش. یکوش میتونستم کلیپش میکردم. اوخ Fuck no. I'm going for a clip, chat. I'm gone. Ready? Oh my god, I messed up. چقدر نو دیلی میتونه باشه یکی. Pushing forward. چه فال چوسکی. آی 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 آی. Oh my god! Sit your ass down. Oh my god, I'm looking young. قشنگ بود خدایی. وای انیمیشن قدیمی پیککس خیلی خوب بود. من اون زمان که پلی نمیدادم ولی خیلی باحال انیمیشنش. It's actually impossible like to build on these frames. قشنگ بود. I like the ولی frames اونجوری keep نبود dropping. بگم وای خیلی خفن بود. باحال بودش. اوی اوی اوی. اوی اگه اوی 200 نشد چرا آه هدشات. Their mats. Spraying his old dirty ass. Get on that. He's behind. همینجوری واسه خودش ادیت میکنه. آه I just gotta do it all. سرفم گرفت اصلا. اوخ Oh my god! I mean, if that's what I'm doing to that guy, like. دلم واسه oh my چپتر God. 5 سیزن 1 واقعا تنگ شده. خیلی باحال بود سیزنش. اوف Oh my god! I could actually You do named that. your cat after a snowball? My brother did. اوی What's like your What favorite? do? Like, I don't know, like show. ای چه میس بدی. I don't know. I like the idea of doing that. چرا 76 شده میشد. اوه قشنگ بود. خب چت اینم از این ویدیو. من خودم واقعا چند تا از کلیپاش پرام واقعا نیست ریختش که خدا میدونه اگه میشه یه آدم 16 17 ساله اینقدر بال بازی کنه و خفن. ولی خب از نظر من پیتر بات بازیش خیلی خوبه خیلی عالیه. ولی اون زمان که پرایم مونگرال بودش که فکر کنم آیدیش فیز مونگرال بود اصلا اون یه چی دیگه بودش. نظرتون رو تو کامنت واسم بنویسید. بهم بگید که مونگرال قدیم همون فیز مونگرال قدیم بازیش از پیتر بات بهتر بود یا پیتر بات الان از فیز مونگرال بازیش بهتر بود. من خودم میگم که فیز مونگرال. عشق منه بچه‌ها. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا بابا.